سلامتی خوش اومدید به دیگه از کانال ما. من تیم پارادوکس از کانال گود گیمرز اومدیم با یه پارت جذاب از بازی موتل منیجر سیمولیتور هتلداری. اومدیم بریم شبیه ساز هتلداری نامشو بریم ببینیم چی میشه. بریم آقا، بریم شبیه ساز هتلداری نامشو بریم. خب آقا بنازم، به به، هتل رو ببین، هتل رو ببین ای جان، 3 اتاقه. خب به کجا رسیدیم ما؟ این دیگه داره کار میکنه. اینجا هم که هیچکی نیست ماشاءالله. یه کوچولو لگ میخوره. ای جانم به این هتل، ای جان، برقا برگشت، برقا رفته بود، برقا برگشت. بریم ژنراتور رو خاموش کنیم. ژنراتور رو خاموش کن. خب ژنراتور خاموش شد، برق برگشت رو آتش. این بالایرم قراره بریم ببینیم چیه این سبز اون بالا داره میتابه. خب چقدر لگه بازی. ببینم ستون رو بیا ببینم. یا ابوالفضل های بریم تو کار. بهتر شدی پاکن بابا، من نمیفهم سیب میخوره نصفشو میندازه اینجا. اینقدر نداشت. خب چی میخواد کن؟ سنسیتیویتی داغون. ببینم چی میخواد. اتاقی یه تخته موقعی 12 ساعت سب کنش سب 3 و 1. ببینم یک چطوریه اوضاعش. بارونم داره میاد. خب 1 آماده است دیگه، ولی آماده است. یک کاری بریم حالا بیا اتاق 1 کد برم بری بخوابی. شب بارونی سرکنش. بیاد بیاد take this. Awesome. شوهر نکنه $93 شوهر. خب اینجا فعلا هیچکی چی. چقدر تا پول در آوردی؟ 48 $200 بیشتر نریم آقا. بچین بریم ببینیم چی رو سقفه. اینو ما ببینیم چی رو سقفه برداریم بیاریم. من اینو چند بار تست کردم. ببین چند تا چیز بزرگ برمیاریم با میاریم میچینیم روی. ببین یاد بگیر. حالا مهم نیست. کلا ما اینا رو چند تا چیز سری ما چند چیز بزرگ میخوایم که برداریم بیاریم. اینا رو بده، اون رو نمیخوام. اینو بشین پشت این سوار نمیشه، چیزی هستشه فایده نداره. اینا رو مجربه ها رو بزن اینجا. جونم بریم رو سقف نیم چیه این. همینجا خب خب حله. حالا اینا رو ما دونه دونه برمیداریم. همین زیر این زیر پامون میدیم پایینش. درست میگم یا نه؟ نه نرو دور داداش، نرو دور. نباید بریم دور چون من نیاز دارم. خب اینو میذاریم این زیر. میپریم روش. خیلی پریدی. اینو برمیداریم میذاریم زیر خودم. اینو برمیداریم میذاریم. اینو برمیداریم میذاریم. میاد یکم خطری شد اوضاع. اینو برمیداریم میذاریم. سه دیگه باشم. بوق میزنی بوق نزن اینجا تو هتل من بوق نزن. خب حالا ای جانم پول دیدی گفتم من با بزرگم پس انداز کرده. مردم چقدره؟ 1000 دلار توش بود یا ابوالفضل. $1000 توش بود یا ابوالفضل. سیدی $1000 کاسب شدیم. حله. $1000 کاسب شد. حله چی؟ حالا اینا رو بریم میذاریم توی انبار دوباره. جمع کن جمع کن. بکن بزنیم تو. بذار همه شد بذار تو بشه. خب حالا میریم ببینیم یه نفر توی فروشگاه محتله. یه دونه کارگرم باید بیاریم برای فروشگاه. چی آب منه Good job. خب حالا پک آب پاک میکنیم. کثیف خیلی کثیف میکنه. کثیف کاری زیاد دارن. نمیدونم چرا.
ترسیدم. خب این بنزینیه چقدر 21 دلار. خب الان ما میریم ماشاءالله نمیتونم دیگه بدو خوابش میریم، نه انرژی داره هیچی هم نخورده، دو تا اتاق وضع داغونه، بیچاره ای، فقیر بدبخت بیچاره، وضع داغونه. اوه یه نفر تو چیزه، توی فروشگاه گیره. فروشگاه خیلی ولی کسی نیست، اصلا خوردیه باید نیم ساعت رو نشمیده. خب بذار من یه چیزی بخوریم اینجا، انرژیمون بیاد، یه دوستان نوشابه بخور انرژیمون برگرده، یه شیرم بخور بالا اوق میزنه بابا شیر رو. خب دیگه نمیتونه چیزی بخوره. خب دست دارم جمع میکنیم میریم میخوابیم، چون باید یکم بیشتر جمع کنیم انرژی رو. میشونی یا ببش. خب میخوابیم. اوه بنزین کم آوردیم، بنزین کم آوردیم، بنزین دلیوری فیول. چند غذا پول داریم؟ خب 1000 تا خوبه. خب بیاد دیگه. خب خواهیم بیاد این اتاق حله، این اتاق آقا من میگم بریم سراغ این اتاق، جمع و جورش کنیم، راه بندازیم این اتاقو، تو پارت بعد چیزش کنیم، وسایلش رو بچینیم. فعلا تمیز کنیم باشه انجام سیدی. بله به به من بسکتبالیست میشدم. من به چیزام بی‌اعتنایی شده استعدادم. من پالت به این بزرگی آخه تو تموم این فیلم چیکار میکنم نفهم، به هوشنگ اصلا من نمیفهمم پالت به این بزرگی چرا باید تو هموم این فیلم باشه. برداریم اینو بذارم آشقاش بی عزیزم بی. خب یه نیست دیگه بابا، یکی اومد تو چیزی، یکی اومد توی هتل، هتل دفتر هتل. خب ترتمیز ببینیم اومد تو هتل چیکار داره. یا تو خاموشونه بله آهنگ داره گوش میده بکن گوشش. خب نکار نداره کل میخواین از بله من سیریس هم سیریس. وقتی به اینجا میبینید بزن اگه اینجوری استارت بود باقاس نوشت. خب یه کاشی داریم، بذار اینجا کاشی یه دونه داریم، یکی این کفروشا داریم، کاشی داریم، یه کاشی دیگه داریم رنگ 20 ستاره داریم. بذار بچینم رو همین ستاره چی یه ذره رنگ. یه دونه هم کاغذ والی داریم، والی. خب برمیداریم گاز کشون. این دوتا این بالا مونده حوله و چیز. خب بیایم اینجا وارد میشیم برد. خب نه همجا میزنیم دوز نبره، میریم لامپ نداره. مثلا این خانم تحلیل بگیرم اتاقشو برم بدم لامپ چه شکلی بود. لامپ دقیقا مثل همونا. اینه واسه خدا بگرد. سیدی عصبانی نباش، اصلا خود نکن خدا وکیلی. خب بیا ببین گن زده تو اتاق وقت زده ما نفهم تو جو زندگی میکردی یا آشغال میریختی. خدا نمیفهم چی کار کنی. والا شیشی بودم والا شیشی بودم. نمیدونم حتی به اسم که نایس. خب اینم بده اینم بده ببینیم توی ماشینه لبسشویی چی موقع داشت ندارم اتاق ندارم سری اتاق ندارم چی میخوای
آقا دور تحویل بدی یا علی. صدا رو صدا دوبلوری الله اکبر. سپاس. صدا دوبلوری مشتی. ببین اون اتاق یک و ما به سبک اتاق دو درست نکردیم. چرا؟ اونجا اونها یه رنگ دیگه اونجا یه رنگ دیگه. مثل لاچرکیه. بخشی لاکچریه. احرمار. اینا رو برید اونجا. لامپ دلیوری. اینقدر سیم به من وصله. دلیوری اکویپ. لامپس روم لامپس. همین روم لامپس. نه این روم لامپس داداش. لامپس خالی. اینا یه نظر تو توالتش میخواد، یکی ازت تو حال. به سفار بیاد. به سفار بیاد. به سفار بیاد. خب چی میخواد؟ ندارم. خب اتاق این ببین دستماشو استفاده نکرده خوبه. خودش نقطه قوته. خب اه، شو. ببین الان نور مهمترین چیز. صبر کن اول نورم درست بشه. بیاد لامپا. چی میخواد؟ اتاق میخوای برای یکم صبر کنی. ویت فور مینت. ویت فور مینت 35 ثانیه دیگه صبر کنی اتاقو تحویل دلم کنم. 35 ثانیه دیگه. دندون دو تخته نداره بکنم. برو تو ماشین باید بخوابی. نداری دو تخته نداریم ما اینجا. دو تخته ما فقط مجرد. دو تخته نداره. خب لطفا بذار اتاق یکو برات آماده کنم. بیا اتاق یکو فعلا بذارم اینجا. زود باش دیگه 10 ثانیه. انگار حالا چیکار کنم. خوبه. حله حله چه شاته حله. الان یکو برات آماده کنم. یکو اینجوری کنی. اینجوری این در ببند. این در ببند این در. یا برو اکسپنسی برو. نمیدم برسه. برو میخواستی هم به نیده دیگه واقعا که تا آخر ویدیو همراه دیدید. کلیپ رو عشق کردیم. ویدیو رو گیم پلی پارت فکر کنم چهارم یا سوم بود از بازی موتل مجلس سیمولیتر. آره خلاصه خیلی عالی بود. بریم ادامهش رو برای پارت بعد. لایک و کامنت یادتون نره. دنبال کنید کانال رو. زنگوله فعال کنید که وقتی ویدیو میذاریم متوجه بیاد ببینید. کانال روبیکا بلم داشته باشید. عشقی تو یا حق